the name of Almighty Allah, who is the most merciful and the most compassionate, who is the creator of the creators, who is the king of the kings. Hello dear students, I hope you're all doing well, safe and sound. Welcome to our new lesson. Grade 11 English book, Unit 4, Lesson 7 and 8, Part 6, page 63. به نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان. السلام علیکم شاگرد عزیز، امیدوار هستم که خوب، جور، صحت و سلامت باشین. خوش آمدین به درس جدید ما و شما. کتاب انگلیسی صنف 11 فصل 4 درس 7 و 8 بخش 6 صفحه 63 کتابتان. So, dear students, before we start our new lesson, let's review what we have studied in the previous lesson. شاگردان نهایت عزیز، قبل از اینکه بریم اون درس جدید خود آغاز کنیم، چه خوب است یک مرور کوتاه داشته باشیم به درس گذشته خود. In the previous lesson, dear students, we have studied one section, and that section was revision. بچه ما و شما در درس گذشته فقط یک بخش رو آموختیم و او بخش revision یا تکرار بود. البته که عنوانش revision یا تکرار بود، اما درسش، متنش، محتوایش چی نبود؟ تکراری نبود که ما و شما یک چیز باشه که او را خوانده باشیم و دوباره تکرار کنیم و دوباره مرور کنیم. واقعا یک درس جالب بود که ما و شما خواندیم و آموختیم. یک درس بود که واقعا مفید و کاربردی بود. شما حتما دیگه به یاد دارین بچه که درس را که ما و شما خواندیم کدام درس بود. در درس های گذشته تر، در درس های قبلی ما و شما خواندیم و آموختیم زمانی که ما و شما غذا میخوریم بدن ما و شما با کدام مواد معدنی، با کدام پروتئین ها، یعنی به چی چیزا ضرورت داره. یعنی در درس های گذشته ما و شما آموختیم که باید ما و شما یک رژیم غذایی مناسب داشته باشیم، یک رژیم غذایی متعادل داشته باشیم، گوشت بی چربی بخوریم، ما و شما باید ویتامین ها بخوریم، یعنی غذاهایی که حاوی ویتامین است، سبزیجات، میوه‌جات، یعنی تمام اینا را ما و شما خواندیم و یاد گرفتیم. اما در درس گذشته واقعا درس جالب بود که ما و شما خواندیم یاد گرفتیم که نکته اصلی و اساسی درس گذشته ما و شما این بود که ما و شما میتونیم با خوردن و نوشیدن شیر و خرما چی کنیم؟ میتونیم که شیر و خرما تا که زنده هستیم نوش جان کنیم و اصلا کدام deficiency disease یا کدام بیماری در اثر کمبود کدام ویتامین ما و شما مبتلا نمیشیم، ما و شما همیشه وقت سالم و صحتمند میمانیم، هیچ کدام مشکل نمیداشته باشه. متوجه باشین بچه ها که این غذا شیر و خرما تنها چیز است که ما و شما اگر نوش جان کرده بریم، خورده بریم، هیچ چیز مار نمیشه. اما اگر شما مثلا بگیرین چپس نوش جان کنین همراه آب، درست؟ چپس و آب، شما بعد از چند روز میفهمین که شما چقدر ضعیف شدین، ویتامین های بدنتان کافی نیست، شما احساس میکنین ضعیفی در بدن خود، در وجود خود. خب یک نکته مهم اساسی هم که یادم نره شاگرد عزیز، در درس گذشته ما شما خواندیم که از اهمیت خرما ما شما اگر بگوییم میتونیم بگوییم که در قرآن کریم خرما و درخت خرما 20 بار ذکر شده. خب این بود خلاصه درس گذشته ما شما خواندیم و یاد گرفتیم. بیاین که کوتاه موارد درس امروز خودم مرور کنیم، ببینیم کدام بخش‌ها را ما شما میخوانیم. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. Dear students, in today's lesson we will study one section and that section is revision. بچه‌ها ما و شما قرار است که در درس امروز با ادامه درس گذشته خود یک بخش را بیاموزیم و او بخش revision تکرار یا مرور است و ما و شما امروز بیشتر و بیشتر در مورد چی میاموزیم، در مورد چی یاد میگیریم؟ راجع به شیر، خرما. خب که گفتیم که خواص خرما چی است، خرما حاوی کدام مواد معدنی است، حاوی کدام پروتئین ها است، حاوی کدام، یعنی حاوی قند و چربی و اینا هم بود. در درس که قرار است امروز ما شما بخوانیم یاد بگیریم بچه‌ها، قرار است که ما شما بخوانیم یاد بگیریم بفهمیم که شیر چی است، ترکیبش از چی است و اهمیت شیر را ما شما چی کنیم؟
بفهمیم و بخوانیم و یاد بگیریم. شیر کدام پروتئینا رو داره؟ آیا شیر پروتئین داره؟ آیا شیر کلسیم داره؟ آیا شیر فسفرس داره؟ چی داره؟ بخوانیم و یاد بگیریم. و در اخیر شاگردان نهایت عزیز فراموشم نشه که ما شما سوالات داریم که راجع به همین متن که ما شما خواندیم و یاد گرفتیم، راجع به همین متن، البته در درس‌های گذشته هم که ما شما خواندیم و یاد گرفتیم، راجع به همین درس گذشته ما شما و درس امروز ما شما سوالات ارائه شده، سوالات داده شده که ما شما چی هستیم؟ پاسخگو هستیم و حتما جواب میدیم. خب بچه‌ها، قبل از اینکه بریم و درس جدید خود آغاز کنیم، براتون کارخانگی سپرده بودم. حتما دیگه کارهای خانگیتان انجام دادین. کتابچه‌تان باشه روی میزتان. قلم سرخ ما دارم. قلم سرخ گرفتم میایم، من میبینم که کارهای خانگیتان درست انجام دادین یا ندادین. درست؟ خب قلم، پنسل، کتابچه، همه چیز بچه‌ها آماده. بیاین که بخیر درس خود شروع کنیم. صفحه 63 کتابتان. خب با ادامه درس گذشته خود بچه‌ها درس خود شروع میکنیم. ریویژن، تکرار یا مرور. ملک، شیر. خب بیاین که دیگه راجع به خواص شیر بخوانیم و یاد بگیریم. Milk is essentially an emulsion of fat and protein and water, along with dissolved sugar. It means carbohydrate, minerals and vitamins. ببینین بچه خوب دقت کنین. شیر در اصل ترکیب از چربی و پروتئین در آب همراه چی است؟ محلول قند یا کربوهیدرات، مواد معدنی و ویتامین ها است. یعنی شما اگر دقت کنین ببینین چقدر جالب است. شیر، خرما حاوی چی چیزهایی هستند؟ حاوی پروتئین، حاوی مواد معدنی و ویتامین ها هستند. These constituents are present in the milk of all mammals, though their proportions differ from one species to another and within a species. این ترکیبات که در شیر است همه پستانداران وجود دارد. یعنی ترکیبات شیر، خوب دقت کنین، ترکیبات اصلی شیر چربی و پروتئین در آب همراه محلول قند یعنی کربوهیدرات و مواد معدنی و ویتامین ها. اینه می ترکیبش بچه. امی ترکیب، خوب دقت کنین چی میگم، امی ترکیب در شیر تمام پستاندارا چی است؟ وجود داره. اگرچه پستانداران انواعشان مختلف و متفاوت است، اما امی ترکیبات شیر چی است بچه؟ در تمام پستانداران یک ترکیب است. ببینین ما شما زمان که این چیزها را میخوانیم میبینیم، واقعا ما شما همه تو تعجب میکنیم، ما شما به حیرت میفتیم چقدر یعنی ذات پاک پروردگار خداوند متعال چی چیزهای خلق کرده. شما ببینین که تمام ترکیبات شیر گفته شده که از همه پستانداران ترکیبش یک چیز است. ترکیبش چقدر جالب است، چقدر جالب است که ترکیب شیر از کل پستاندارا یک چیز باشه. مگم پستاندارا انواعش مختلف باشه؟ مگرم چی باشه؟ ترکیبات شیر یکی باشه. ادامه میتیم. The milk of each species seems to be a complete food for its own young for considerable time after birth. ببینین بچه ها گفته شده که به نظر میرسه که شیر هر نوع پستاندار بر چوچش بعد از تولد غذای مکمل باشد. واقعا هم جالب است بچه ها. یعنی که هر پستاندار امو شیرش بر چوچش چی است؟ بر چوچش غذای کافی است، غذای مکمل است بعد از تولد. شما یک چوچکک پشک در نظر بگیرین بچه ها. امی مادرش که برش شیر میته، اونمو شیر ترکیباتش یکیست. اونمو شیر به مو چوچش که نو تولد شده غذای مکمل است. امو شیر. خب ادامه میتیم. Milk protein is a high nutritional value because it contains all the essential amino acids, i.e. those which infant cannot synthesize in the necessary
quantities. پروتئین شیر از ارزش غذایی بالای برخوردار است. بچه‌ها گپ متوجه باشین که پروتئینی که در شیر است از ارزش غذایی بسیار بالای چی است؟ برخوردار است. زیرا حاوی تمام امینو اسیدهای ضروری است. یعنی او امینو اسیدهایی که نوزاد نمیتونه مقدار لازمش چی کنه؟ ترکیب کنه. خوب دقت کنین بچه‌ها. ادامه میدیم بچه‌ها. Milk's mineral content includes calcium and phosphorus in quantities sufficient for normal skeletal development but little iron. ببینین بچه‌ها چی گفته شده؟ ترکیب معدنی شیر شامل کلسیم، فسفرس، مقدار کافی بر رشد طبیعی اسکلتی بدن است، اما آهن کم داره. دقت کنین بچه ها، امی ترکیب معدنی شیر شامل کلسیم، فسفرس و مقدار کافی است. یعنی از اون مقدار زیاد نیست، از اون مقدار کم نیست، مقدار کافی است که رشد طبیعی اسکلتی بدن چی شود؟ تنظیم شود، اما آهنش کم است. Milk contains vitamins B as well as small amounts of vitamins C and D. ببینین بچه ها، شیر حاوی چیست؟ حاوی ویتامین های B و همچنین مقدار کم ویتامین C و ویتامین D است. Commercial cow's milk is commonly enriched with vitamins D and A before sale. شیر تجارتی گاو قبل از فروش معمولاً با ویتامین های A و D چی میشه؟ غنی میشه. یا به اصطلاح شیرهای تجارتی گاو، همین شیرهایی که ما شما مثلا در بازار داریم، این شیرها را معمولاً با ویتامین های A و D چی میسازن؟ غنی میسازن. خب بچه‌ای بود متن ما شما. کس سوال داره یا بریم به طرف سوالات متن؟ سوال نیست؟ عالی است. خب سوالات متن است، ببینیم چی گفته شده. Now answer these questions about the passage. سوالات است که راجع به همین متن است، گفته جواب بدین. What's a balanced diet؟ سوال اول، به نظر شما یک رژیم غذایی مناسب متعادل چی است؟ تمام نیازهای بدن ما شما، تمام چیزهایی را که بدن ما شما نیاز داره در او شامل باشه. نام بگیرین. سوال دوم، Name 5 special substances which our bodies need. 5 ماده را بچه ها، 5 ماده را که بدن ما شما ضرورت داره به او 5 ماده، او 5 ماده را نام بگیرین. ما شما قبلا نام گرفته بودیم. چند دانه شما براتون بگویم. Fats, carbohydrates, minerals, proteins. شما دیگه بگوین. خب سوال سوم، Which two kinds of food give us all the nutrients which we need? کدام دو نوع غذا است بچه ها که تمام مواد مغذی را که ما شما ضرورت داریم، تمام اون مواد را بر ما شما میتونید، تمام مواد مغذی را که بدن ما شما ضرورت داره کدام است؟ شما دیگه میفهمین که شیر خرما است. خب سوال چهارم، Look again at the 5 special substances which you listed in question 2. خب 5 مواد یا 5 ماده را که ما شما نام گرفتیم در سوال دوم ارائه شده بود که 5 مواد را نام بگیرین. گفته دوباره چی کنین؟ به او لیست، به او فهرست نگاه کنین. How many of them are supplied by dates? چند دانی از او توسط خرما چی میشه؟ تامین میشه. فکر کنین جواب بدین. خب شاگردان نهایت عزیز، سوالات شما براتون خواندم، معنا کردم و همچنین کم روشنی انداختم و معنایش، جملهش، جوابش هم براتون چی کردم؟ گفتم. خب بچه یه بود درس امروز ما شما، خدا کنه که یاد گرفته باشین. بریم کوتاه درس امروز خود جمع بندی کنیم. Dear students, in today's lesson we have studied one section and that section was revision. بچه ما شما در درس امروز یک بخش را مختیم و او بخش تکرار یا مرور بود. واقعا درس جالب بود. بریم به طرف کارهای خانگی. کتابچه‌های کارخانگیتان آماده، نوشته کنین homework کارخانگی. Write the passage of page 63. Write the passage of page 63. بچه متن صفحه 63 را در کتابچه‌تان نوشته میکنین با خط مقبول و زیبا. خب
شاگردای نهایت عزیزی بود درس امروز. ما شما امیدوارم که درس امروز یاد گرفته باشیم. کار خانگی فراموشتان نشه، درسایتان هم بخونین. تا درس آینده بازم یکی دیگه خود میبینیم. شما رو به الله یک تا و به همتا. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.